ضمن چرابینی نماینده پروکراتورای شهری دوشنبه ذکر نمود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود سمت‌های اساسی دولت‌داری، حفظ استقلال ملی، مستحکم نمودن و تحکیم بخشیدن دستاوردهای صاحب استقلالی، محافظت نمودن و افزون گردانیدن ارزش‌های ملی، تامین نمودن امنیت و بخطری دولت و ملت، بلندبرداری سطح زندگانی اهالی، زیاد نمودن مزد معاش و سیاست داخلی و خارجی کشور را بررسی نموده وظیفه‌های مردم کشورمان را برای سال 2025 معین کردند. همزمان پیشوای ملت در پیامشان ساکنان کشورمان را با پیشرفت و ترقیات همه سمت‌های اساسی مملکتمان شناس نموده از آن یادآور شدند که در سال سپری شده دولتمان در همه سمت‌ها پیشرفته، ساکنان آن و موفقیت نایل گردیدند. در ادامه نام برده باید به سطح قانون شکنی در بین نوجوانان و جوانان در سال 2024 و دوره سپریگرده سال 2025 با ذکر فکت و دلایل مشخص سخنرانی نمود. طبق اطلاع نام برده گرچند در نتیجه چراندیشی‌های همیشگی مقامات حفظی حقوق سطح جنایتکاری مخصوصاً جنایت‌های اوباشی با استفاده از سلاح سرد در بین نابالغان و جوانان سال تا سال کاهش یافته ایستاده باشد هم ولی هنوز این قناعتمند کننده نبوده. بعضی نوجوانان هستند که وقتی پرقیمت خود را به عمل و کردارهای نامطلوب و بیهوده‌گردی صرف می‌کنند که در بیشتر موارد عاقبت به جنایتکاری آورده می‌رساند. مسئله اساسی این با خود گرفتن و استفاده آلات‌های خلنده و برنده از قبیل کارد و کاستت از جانب بعضی از نابالغان و به بازی‌های کامپیوتری که بر روح روان نابالغان ضرر می‌رساند مشغول گردن آنها تشویش‌آور باقی می‌ماند. از این لحاظ تاکید گردید که برای تعلیم و تربیت نورسان همه قشرهای جامعه مخصوصاً والدین مسئولیت جدی احساس نمایند.